برف افغانستان خوب است؟ بهترین برف است که اولین نفس که خبر زیاد میاد. چطور؟ بسیار خوب است. برف بسیار خوب شد. هوا را صاف کرد. موزیوم دیگه بکنیم. دوست عزیز، امید است که جان ساعت سلامت باشین. خوش آمدین به یکی از ولاگ‌های دیگه. ما با اولین برف در کابل دوستا دیگه سعی کنین میریم میگردیم. بیننده باشین. از عمر جان علی جان هم یک سلام علیکی می داشته باشیم. باز با شما هستیم. سلام دوست عزیز، امید است که جور ساعت باشید. خوش آمدید به یکی از ولاگ‌های برفی ما. اولین برف در کابل. علی جان سلام دوست عزیز، امید است که جور ساعت باشین. خوش آمدین به یکی از ولاگ‌های دیگر من. خب دیگه دوست عزیز، بیننده ولاگ ما باشید. ما میگردیم با شما یگان صحبت ها می داشته باشیم دیگه. بیننده ولاگ ما باشید. بریم بگردیم ببینیم کابل در برف چطور زیبا معلوم میشه. این درخت‌ها رو یخ زده. اون طرف مکتبم دیگه. کابل بسیار در برف زیبا معلوم میشه و همیشه وطن ما اما تا آرام باشه و فصل زمستان است دیگه. برف بازی هم دیگه بکنیم. عمر افتاد دوستا. چی کردی عمر؟ چی کردی افتادی؟ والا دوستا برف جنگی هم کنیم دیگه. عمر جان مایی که بیدیم والا نمیشه. ما چی مامایی که گل کلم ما کرد شما کار. حالا دوستای ما رو خب یخ زدم. دیگه برف گرفتیم بسیار یخ است. بسیار متاسفانه که نشد. سلام. سلام لالا. نام چیست؟ عبدالنجیم. برف چطور است در کابل؟ خوب میباره نی؟ خوب است. خوب معلوم میشه کابل. والا خوبه. ای چیز گفتنی با دوستا داری؟ تشکر دیگه کلم گفتنی ندارم. سلام. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خوب هستی؟ نام که چیست؟ محمد هشام. اینجا با برفوزی اومدی؟ آه کدام با گفتنی با دوستا نداری؟ نه والا. خوش بگذره. خداحافظ. درباره برف نه ندارم. خوش بگذره. بریم خب یک ذره دستای مگرم بیه. ما که دزیو کار داریم. مرا خوب زدن و لخشید ما دیگه نتونستم باز کرده زیاد.
گفتن کابل بیزار باشه بی برف نه. بریم دیگه ببینیم که برف بازی هم کتیم بچه ها کنیم ساعت ما تیر شوه. اونو طرف میبینین خوب یک برفبازی خوب جانانه ایزه باش که یک تمام یک معرفی از خود داشته باشد. بیاین شما. سلام. سلام خوب است. شکر زنده باشی. نامتان؟ نام عبدالله. عبدالله. چطور از برف افغانستان خوب است؟ بهترین برف است که اولین نفس که خبر زیاد میاد. خب که هم گفتنی نداری با دوستان؟ نه گفتنی خاص ندارم. هم برف دیگه بهترین گفتنی است. خب تشکر. ببینیم دیگه دوستا بریم که چی میشه. دوستا یکم دیگه میشرمن از خاطر صحیح مصاحبه کردن نمیتونن. یکم توش دوستای عزیز نا گفتن امون بسیار سرکارشون شده بسیار زیاد دیگه. بیشتر کو دیدین که من یک لخشیدن کردم. من میخواستم که البته برم یک دوایش کنم دیدم که دفعی لخشیدم دیگه نتونستم. بسیار یک لاشم شده سرکار دیگه. خدا کنم موتران نلخشن ولی یک لاشم شده اینجا سرکار. امت خوب سعی دیگه. یاسر جان دوستا بریم اون طرف هم بریم این طرف رفتیم دیگه دوستا. مندی ولاگ ما باشین لایک سابسکرایب یادتان نره دوستا و بریم با یگان تا مصاحبه کنیم. اون دوستا سکنین لخشانک میکنن. بریم دوستا این کوچه آجی یاسین مشهور است در جنگلک. کوچه آجی یاسین هم دیگه دوستا بریم ببینیم کوچه شاه جهان هم بریم ببینیم. همه مردم بر اومدن و میخواین خوشی است و میخواین از این فضای آرام برفی لذت ببرن با تمام فامیل دیگه دوستا. شما هم لایک سابسکرایب یادتان نره. ما به حمایت شما نیاز داریم و بریم ببینیم کوچه ها را. کوچه شاه جهان مسجد که چطور اونجا برف باریده. زون موتر میبینین بسیار به احتیاط میره. امیال سرکار بسیار چین محکم زده که بلخشه دیگه خلاص است. بسیار لشم شده سرکار تا که اینجا را پاک میکنن همیشه راله یا مجبوری هستن که سلو روان باشد نمیتونن. اگر موتر بلخشه خب برکم گرفتن نمیتونن خطرناک است. ما متوسط دیگه روان هستیم. شما بیننده ولاگ ما باشید لایک سابسکرایب شیر یادتان نره. دیگه در کامنت بگین که هوا طرف شما چطور است. دیگه کامنت هایتان رو بخوانیم ببینیم کامنت های قشنگتان که چطور است هوا. لایک سابسکرایب شیر یادتان نره. و ناگفتن همون دوستای درختار سعی کنین نام خدا قد مقبول معلوم میشه و من دیگه بسیار خوبش معلوم میشه دیگه. سعی کنین نام خدا بسیار برف مقبول درختار یار زده دیگه. شما بیننده ولاگ ما باشید. فکر میکنم دوستا اولین ولاگ ما است که قدر زیاد شده و اولین ولاگ است که نفرو زیاد مصاحبه میکنیم و شاید در شورت هم یگان مصاحبه گار پرتیم
شما بیننده باشین. لایک سابسکرایب شیر یادتان نره. باز هم میگم ما با حمایت شما نیاز داریم. بریم یک نفر دیگه همینجا هست که از اون یک مصاحبه کنیم. نه دوستا، بریم ببینیم یک مصاحبه که از شما. جانجو خیلی صد خوب چال چه احوال السلام ساعت شما خوب بخیر چال چه احوال خوب هستی جانتان جور انشالله خیرتی است که در برفا چطور هستی پا کردین برفا خوب انشالله خیرتی است زمستونا بخیر تیر میشه بین یک چای میوه ویدیو بگیم ما خوب بزنیم که مردم رو دیگه خوب بسیار خوب خودتون بخیر ببینیم زنده باشی سلامت چطور است برف چطور؟ بسیار خوب از بعد بسیار خوب شد هوا را صاف کرد کدام گفتنی به دوستان نداری؟ گفتنی دیگه جور ساعت باشن سلامت باشن هر جای باشن خوش باشن دیگه بخیر باشن تشکر بخیر باشن خداحافظ. خب دوستا دیدین دیگه که یک نفر دیگه مصاحبه کردیم. ما بریم که یک چند نفر دیگه مصاحبه کنیم. اما تو آیسته آیسته بریم. دوستای یک نفر ناگفته نمونده. خب ما میخوایم ما تو دکانش دراییم و همون ما مصاحبه خطرناکش کنیم. این یک ذره میشرمه. ما میخوایم ما درکی سرش دراییم ببینیم که چی رقمی گپ میزنه. اولین دفعهش است دیگه. بریم ببینیم چی میکنه. دوستا اولین دفعه که رفتیم گفتیم ما مصاحبه میکنیم. گفت برو دکان بیادرم. برو دکان بیادرم نمون. گفت نه من نمیتونم مصاحبه کرده زیر تاثیر میرم. شما شاید دیده باشین در ولاگ اول. بریم باز براتون میگم کدام ولاگ بوده که ما رفتیم پیش بیادرش. السلام علیکم. الله جان جور خیرت بتا باسی جان جور سلام علیکم سلام خوب خیرت بخیر هستین سعادت دارین بخیر هستین فضل الله قربانت بخیر باشی چی باز جان جون فضل بخیر شکر خدا جان سرپرایز کردین ما را جور هستین ان شاء الله خودت خوب هستی یاسر خوب هستین شما بر بخیر میشه. فضل خدا بخیر سر شما تیر شد بخیر بله شما بخیر مگذرن شما زنده باش زنده باش. تایت است ان شاء الله فضل خدا بخیر شما قربانتان کدام گفتنی دیگه نداری بگو. قربانتان با عزت باشین برفای خوش برآمدی قربانتان با عزت خداحافظ سلام علیکم. علیکم سلام چطور هستی؟ شکر فضل خدا کدام گفتنی به دوستان نداری؟ با کلاگی برف خوش میخوایم هم اگه خوش باشند در برف برف چطور سلامت. میگذره؟ خوب است شکر است لطف خداست سلامت بخیر باش زنده باش. خب دوستا دیدین ما در ولاگ سلمانی بوده که پیش بیادرش رفته بودیم. او تنها گفت که مصاحبه نکنین. پس اما تو بریم دیگه بریم پیش دکاندارا که در برف چطور است مشتری دارن ندارن دیگه ببینیم. بیننده باشین لایک سابسکرایب شیر یادتان نره. دو سایه دستایمون گرم شد دیگه. وقتی که طرف خانه رفتیم اون دیگه شروع میکنیم به جنگی دیگه. بریم یک ذره بازم دوستای خود یک ذره دیگه هم گرم شوه تا پیش خانه دیگه باز برف جنگی دیگه شروع شما بیننده ولاد باشید. اما تو برف جنگی دوستا ریس کنیم. دوستا ما دستکش به خاطر نپوشیدیم که امی یکم راحت آدم نمیباشه که دستکش انوزه اگه بگین گرم میباشه خونه دیگه نمیشه باسه. دوستا کل جای اینجا برف زده ما یک سعی را گشتان نمیتونیم دیگه. کل درختان میخید که برف بریده
اینه که درخت‌ها رو فرجان برشون نشان میده. اینه تو دوستا حال است دیگه. کل درخت‌ها ده اینا متکایی اما ده برم شده که کل سرک‌ها رو از یک سر برم شده موترها رو کل اینجا رو برم شده دیگه. یاسر جان خب دوستا بریم جنگی هم کنیم یکان توی دیگه الان هم ببینیم. بله لذت ببرین از برف ما هم لذت ببریم دوستا. یک نفر پای ما در اینجا دیگه یک رقمه که اینه تو چسب میره دیگه اینه تو چسب میره ترکایی دیگه در برف ترکایی میره برف هم دیگه کم کم او شده میره دوستای عزیز دیگه دوستا دیگه سالنگ بسیار برف داده میگه 6 متر 7 متر پغمان خوب ای یگان ولایت ها است که بسیار برف زده. سالنگ رایشان بند شده چون برف زده 6 متر موتر یا این چیز بالا شده عمر گوش خانک زد دیگه یک دفعه برو. سلام دوستای عزیز، امیدوارم همتون جور باشید. بچه ها امروز خواستن که یک ولاگ داشته باشن در هوای برفی. ما خواستیم که همراهشان همکاری بکنیم و یک ذره طرف بیا و مرجان موتر بسر میه فکر مرام برد. دوستای عزیز گپم از پیشم خطا رفت. امیدوارم همتون جور باشین. بچه ها امروز خواستن ولاگ بگیرن، یک ویدیو جور بکنن درباره هوای برفی و خداوند برف بخیر بکنه و رحمت الهی باشه. و دوستان میفهمین که وطن ما بسیار مردم ناچار و آواره و خصوصا مهاجرین آمدن، از همه کسایی که یعنی دسترسی دارن، یعنی گنجایش ازیر دارن کسی را دستش بگیرن، لطفا خواهش ازشون میکنم که دی هوای سر دست یک مسکین بگیرین. خداوند توشی آخرت براتون میکنه. سلام. توشی آخرت براتون میکنه و اینمی وقتش است. وقتی که برف میاد خداوند این یک رحمت است که بالای ما میباره، ولی بر ما بنده ها است که یکی دیگه خود کمک بکنیم. خداوند میگه که شما دست یکی دیگه داره بگیرین تا شب که من بالای شما رحم بکنم دیگه. خواهش ما اینمی است. به این خاطر دی ویدیو ما آمدم. صحیح ما میبینیم هموطنای ما بسیار خوش هستن از باریدن برف، ولی یک تعداد نمیتونن با این هوای سرد، حتی چوب ندارن، زغال ندارن، بخاری ندارن، صندلی حتی ندارن. میتونه که وطندارایی که میخواین کمک بکنن یک چهارده بغل همسایه خدمتمند میشناسن که اونا را دستشون بگیرن. یا خواهش ما همی است که لطفا ما از خود شروع میکنم، همین رقم بر شما هم توصیه میکنم که لطفا باینده که چیز میشه که دست یک وطندار خود بگیریم و اولاد از گرم باشه در زمستان. تشکر از همتون دوستا. از امروز خوب است اینا شاروالی آمده سرکار جور کرده. دیر نوز یک گال بوده که ما کورس رفته بودیم تو نمین جای ما برف بوده دوستا دیگه کل جای ما تر شده بوده. دوستای اگه شما دوست داشتید که ما بر شما یک بلاگ دیگه بسازیم به خاطر برف و یک شیریق بر شما دوستان بسازیم، لایک های ویدیو را بالای از 100 یا 200 تا برسانید. ما بر شما یک بلاگ دیگه میسازیم چون ما و حمایت های شما نیاز داریم. لطفا لایک سابسکرایب شیر یادتان نره اگه دوست دارید که ما یک بلاگ دیگه بر شما بسازیم. بریم دوستا کته دیگه دوستا بریم یک برف بازی هم کنیم دوستا. یک برف بگیرم یا سرکانیه خب این رسیدیم دوستا نزدیک خانه دیگه. خوب یک برف جنگی هم کنیم بود دیگه. خدا یار و نگهدار کن. بریم یاسر جان یک برف جنگی کنیم. بله ما که دوستا گل میکنیم بخاطر برف جنگی
دوستای عزیز نمونه یک نفر مونده است به شما. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلامت باشید. بخیر باشید. چطور است هوا؟ خوب است بچه. خدا رو شکر بد بود. ممکن است. که هوای سر زمستان بخیر است؟ خدا رو شکر است بخیر میگذره بد. کنم گفتنی نداریم. گفتنی خاصی نداریم ولی هر جای هستن دوستا سلامت باشید. زنده باشین. تشکر. خب یاسر جان کنم گفتنی خودت داریم؟ نه خیر نی دیگه. کدام گفتنی دیگه نداری؟ گفتنی خاصی نداریم. سلامت باشید. دوستا این سوپرمارکت یا مون دکان خوراکه است. به نام چی است؟ به نام خوراک فروشی یا مارکت نوری می باشه و شما آدرسش در کجاست؟ چلستون باغ رئیس. چلستون باغ رئیس فیروز آوریه. فیروز آوریه. شما میشه که بیاین و از اینجا خرید بکنین و بسیار یک دکانه که خوب است دیگه، مناسب است دیگه، قیمت ها دوستان مناسب است. میتونین خریداری بکنین از خوراک فروشی یا مارکت نوری. خداحافظتان. ام رقم که بیننده و راگ ما باشه. خداحافظ دوستان. خوش آرام باشین هر جا هستین. خداحافظ. سلام علیکم. و علیکم السلام. چطور است؟ خوب هستی بخیر؟ خوب است. چطور است برفی؟ خوب است شکر. کدوم امرای کارا چطور است؟ والا شکر است خوب است. خودت خوب هستی؟ شکر الحمدلله. برف کابل مبارک. زنده باشی و تو مبارک باشه. زنده باش. کدوم گفتنی خاص دیگه نداری؟ خیر باشی جور باشی. و دوستا کدوم گفتنی؟ زنده باشی بخیر. های بریم دوستایی بیم. خب دوستای عزیز ما آمدیم به خانه دیگه. دوستا ما به خانه آمدیم و یکم برف هم جور کردیم. نتونستیم به شما ویدیو گرفتیم چون کل ما برف جمع میکردیم و میخوایم شیریه شروع کنیم دیگه. شما بیننده باشین بریم که پدر جانم شم چی میکنن و ما سبتک هم آوردیم در پتنوس هم دیگه. دوستا زیاد برف در پایان انداخته بودیم. بچه ها کلگی همگی برف همکاری کردن، کمک کردن و همگی برف این دوستا. ایره مجبور که یک زیردگان بگیریم. نشد هنوزم نشد. نکنیم. جای شد پدر جان؟ جای شد. نه دیگه دوستای عزیز حال شما بیننده باشید دیگه. این حال ما در بغلش این حال مجبور هستیم پر کنیم دیگه. بس سر بغلش جمع شد. که زود شد. دوستا دیگه ما هم کمره بینی نمیکنم صحیح در ویدیو دیگه. دوستای عزیز حال دیگه این یک ذره قوت کار داره دیگه. اما تو نیست پدر جان؟ انا منطقه یک چیز است. دیگه
قسمی که میبینین دوستا دیگه کم کم تیار شده. فرجان چطور بود؟ سخت نبود؟ بسیار کار سخت است. داخل کار رسیدیم تقریبا 1 ساعت در بر گرفت تا که ما یه تهیه و تیار کردیم. بسیار جنجال داره. این شب شانه درد میشه ما میفهم. دوستا دیگه ما زیاد ویدیو نگرفتیم چون زیاد وقت گرفته بود. 1 ساعت گرفته بود. از خاطر لایک سابسکرایب یادتان نره. A few moments later. بله دوستای عزیز، قسمی که میبینین شیریخ آماده شد. البته به او شکل که به شیریخ پزیا میکنن نمیتونیم، بازم به یک اندازه ساختیمش. نال دیگه اینا بخورن، عمر جان یا سر جان بخورن، علی جان که ببینن مزه شیرق آمده، مرق آمده آمده، چهرهش که یک ذره همونطور آمده. من فکر میکنم که به اندازه خودم صحیح است. اما قدر که ساختیم مزهشون شاید صحیح باشه. هیل انداختیم، بوره انداختیم، شیر بود. میگن از شیر خشک خوبتر میاد شیر قوطی. نمیفهم ما هیچ کدام شد نمیفهم چی رقم جور میکنن. دیگر ها شیر گهو میگیرن تازه یا ایست که از قوطی استفاده میکنن. شما یک ذره پرت میکنن. بسم الله. یه اولینش عمر جان بگی تو تست که چطور است مزهش؟ برای بیبی جان و تو بابا جان تو ببر. باش ببینیم دوستای عزیز دیگه مزدار اومدن آمد. والا بسیار زیاد مزدار است پدر جان. دستایتون درد نکنه. بدان علی جان میگذار پرتیم. انجام چطور است مزهش بگه؟ خوش اومده؟ خوب است دیگه. هست؟ ببینیم که ما انجام ما کنم. دوستا یه علی ببینیم جان اومده. چطور خوب اومده یا نه. پرفکت. خوب صحیح اومده دوستا. خوب صحیح مزدار. یک کاسه هم بیاریم که برای کاکای چون بکشم یک ذره ببر. تشکر. والا زیاد شد. برشان خوب صحیح میشه. بسیار زیاد. این سوغاتی زمستان ما. یعنی مرا برفی کده بودن نه برشون ما از برف برشون برف شریعت روان میکنه. دوستای عزیز نگفتن همونه یک چیزکش کما پدر جون قیماق دیگه. قیماق راستیان باعث می بود که می انداختیم خیر. بعد خب این بود برنامه ما. تا برنامه دیگه که بچه ها ثبت میکنن شما را به خداوند بی نیاز میسپاریم. خداحافظ. خداحافظ دوستای عزیز. خداحافظ. خداحافظ.